محصول دست خوانندگان که در شعبه هنرهای مردمی و کشبافی تحصیل میکنند به نمایش گذاشته شد. نمایش هنرهای ملی مردمی در مکتب صنعت به نام لایق شرلی شهر خوجند برگزار گردید که آن به سالهای رشد دهات و هنرهای مردمی بخشیده شد. چاره‌بینی را خوانندگان و آموزگار گروه کشبافی شعبه هنرهای مردمی مؤسسه مذکور تشکیل نمودند. شعبه هنرهای مردمی گروهی کشبافی و زردوزی در مؤسسه عمل و فعالیت می نماید. خوانندگان فارغ از درس مکتب‌های میانه به مکتب سند آمده کسب و هنر را می آموزند. امروز من بسیار خرسنده هستم که با خواهش دختران با اشتراک خوانندگان درس کشاده نمونه‌ای سطحی ولایتی گذرانده شود و می‌خواستند که دختران محصول کار خود را پیشکش همکسبانشان نشان دهند. خوانندگان شعبه صنفی کشبافی و زردوزی تا 24 نفره هستند. از بس که باز خواننده‌های خواهشمندان بسیاره ما به طریق رزرو میکنیم. همین ما انتخاب کرده آنها را با لایق‌کنندگانشان آماده میکنیم که سال آینده باز قبول کنیم. مقصد از برگزاری چاره‌بینی مذکور ترغیب و تشویق و رشد هنرهای ملی، بیدار نمودن ذوق هنرمندی در جوانان و نورسان و معرفی هنرهای ملی و مردمی می باشد. برای آموزش و از خود نمودن هنرهای مردمی در مکتب صنعت به نام لایق شرلی 10 شعبه فعالیت می برد. در این مکتب شعبه های فورتپیانو، شعبه نظری موسیقی، شعبه سازهای ملی، شعبه فورتپیانو غیر تخصصی، شعبه بیان اکاردیون، شعبه توری کمونی، شعبه نفسی، ضربی فعالیت می کند و شعبه هنرهای بدیعی، شعبه رسامی هم می باشد. شعبه هنرهای مردمی درس کشاد یکی از آموزگاران ما داده استودند و در این شعبه با هر نمود هنرها مشغول میشن دخترها. این دوزندگی، کشت دوزی، زردوزی، کشبافی، مهربافی همین چیزا کدی مشغول میشن. همچنین در چاره‌بینی مذکور آموزگاران مکتب‌های صنعتی ولایت سوخت و والدان خوانندگان شرکت ورزیدند. توجه به هنری کشبافی زیاد گردیده، والدان نیز فرزندان خود را با مکتب صنعت و اینچنین هنری کشبافی و زردوزی زیاد جلب می‌نمایند. من مادران فیضلایی و منیرخان می باشم که آنها در مکتب میانه تحصیل میکنند. برابر آنکه در مکتب علوم دقیق را آموزند، ما خواستیم که آنها در هنر آموزی را هم یاد گیرند، هنرهای ملی خودمان را یاد گیرند. برای همین تصمیم گرفتیم که در این مکتب صنعت داخل کنیم. آنها امسال صنف 2 را در اینجا ختم کرده ایستادند. خوشبختانه آنها همه چیزهای ملی را میبافند مستقلانه. آنها بسیار هم در خانه همه چیزها را میبافند، قالین میبافند از همین رشته و چنگک ها برای دادرانشان و خواهرانشان و نیمتنه ها میبافند. برای من هم بسیار و نیمتنه های زیبا میبافند. همش حاصل مهنتی همین معلم مرادها میباشد. در مکتب صنعتی به نام لایق شرلی شهر خوجند 655 نفر خواننده به کسب آموزی و هنرمندی جلب گردیدند. در هفته چاره‌بینی خوانندگان هنرمند محصول کارهای خود را در صحنه و به معرض تماشا گذاشتند که اشتراکداران از نمایش‌های مردمی دیدن نمودند. رنو بونو مدینه این با ریسمان‌های زردوزی کرده شده در طول یک ماه اجرا شده است. هدف از برگزاری درس کشاد رشد هنرهای ملی بوده تمامی نازکی‌های هنر را به جوانان و نورسان آموزانیدن می باشد و با این وسیله تربیت نمودن خوانندگان بر روحیه مهنت دوستی ارزیابی کرده می شود. گزارش گنجینا عالم و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.